وفاداری و عشق رو میشه از رسول الله علیه السلام و خدیجه رضی الله عنها یاد گرفت. خدیجه رضی الله عنها با اینکه ثروتمند بود ولی همیشه راه طولانی رو طی میکرد، میرفت بالای کوه دنبال رسول الله علیه السلام و رسول الله علیه السلام زمانی که حتی خدیجه از دنیا رفته بود همیشه به یادش بود، همیشه بهش فکر میکرد به خاطر همین کاراش. روز فتح مکه همه داشتن می اومدن و می گفتن اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. رسول الله علیه السلام به یه پیرزنی خیره شده بود، از دور داشت می اومد. پیرزن اومد جلوتر و گفت که معذرت میخوام یا رسول الله. رسول الله علیه السلام عبای خودش رو گرفت و پهن کرد رو زمین، نشست. پیرزن هم نشست. پیرزن میخندید، رسول الله علیه السلام میخندید. پیرزن گریه میکرد، رسول الله علیه السلام گریه میکرد. داشتن صحبت میکردن، همه داشتن نگاه میکردن. زمانی که رسول الله علیه السلام بلند شد و رفت، عایشه رضی الله عنها از رسول الله علیه السلام پرسید اون پیرزن کی بود که باهاش صحبت میکردی؟ رسول الله علیه السلام فرمود حولا بود، دوست خدیجه. داشتیم در مورد خدیجه صحبت میکردیم زمانی که خدیجه زنده بود. وفاداری و عشق رو میشه از رسول الله علیه السلام یاد گرفت. زمانی که حتی خدیجه از دنیا رفته بود همیشه به یادش بود. سلام علیکم.